سلام، من امیر تقی‌آبادی هستم و توی این ویدیو قراره در مورد یکی دیگه از اصول 10گانه هیوریستیک اِوالویشن صحبت بکنم. توی دنیای واقعی احتمالاً متوجه شدین که یه سری کابلا به چیز دیگه ای نمیخوره. یعنی شما کابل USB رو فقط از یه طرف میتونین بزنین. همیشه هم باید 3 بار امتحان کنید تا در نهایت بخوره. کابل HDMI رو نمیتونی به کابل USB بزنی و کلی چیزای دیگه از این دست هستن که در حقیقت داره جلوگیری میکنه از اینکه شما خطای اتفاق بیفته. یکی از مثالهای بارز این اشیایی که به صورت روزانه، حالا نه لزوما روزانه باشون در ارتباط هستیم، 3 شاخه تلفنه. توی ایران 3 شاخه تلفن رو اگه دقت کرده باشین، اون شاخه میانی به صورت کاملا عایق و پلاستیکیه و حتی اگه شما اون رو هم بکنین هیچ مشکلی نداره و میتونین استفاده بکنین. اما اون رو گذاشتن صرفا برای اینکه شما اشتباهاً تلفن رو داخل سوکت در حقیقت برق نکنین و بسوزه، که من این کار کردم و متوجه شدم که واقعا ماهیت اون دلیل چیه. این مبحثی که الان گفتم رو با کلیدواژه پوکایوکه میتونین تو دنیای واقعی بگردین و پیدا کنین. اما توی دنیای اپلیکیشن ها و وبسایت ها هم این مفهوم وجود داره تحت عنوان error prevention. یعنی ما جلوگیری کنیم از خطا، یعنی حتی اجازه ندیم کاربر خطا بکنه، جلوی خطا کردن کاربر رو بگیریم تا در نهایت کاربر احساس بهتری داشته باشه، به جای اینکه در نهایت با یک نمایش خطای خوب بهش بفهمیم چه اتفاقی افتاده. مثلا یکی از کارهایی که شما میتونین انجام بدین اینه که در زمان نمایش پسورد به جای اینکه ثبت بکنین بعد از اینکه پسورد رو کاربر زد بهش خطا بدین که این باید 8 رقم باشه، کاراکتر ویژه داشته باشه، ترکیب عدد و حروف باشه، اگر این حد از امنیت براتون مهمه بیاین و مثل سایت R1 Cloud همون ابتدایی که داره پسورد رو میزنه شروع بکنین تیک زدن تمام این گزینه ها که کاربر متوجه بشه که داره این کار رو درست انجام میده، به جای این که به ارور بخوره، به خطا بخوره و مجبور بشه دوباره یک کاری رو انجام بده که در نهایت مطلوب کاربر نیست. شما دیگه چه مدل های از این جلوگیری از خطا رو تو اپلیکیشن ها و وبسایت های ایرانی یا حتی خارجی دیدین که براتون جالب بوده؟ خوشحال میشم در پایین این ویدیو هر جایی که هستین، یوتیوب، اینستاگرام یا آپارات، این تجاربتون رو از جلوگیری از خطا در اپلیکیشن های ایرانی و خارجی زیر این پست کامنت کنید.